روز 30 ایول گشتینگیر چهارم و آخرین дзودو از تیم المپیک تاجیکستان تیمور رحیموف نیز در بازی‌های المپیک توکیو 2020 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال‌های المپیک محروم شد. تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم در اول بر نماینده کوبا اندی گراند غلبه کرد، ولی در دوره اشتک فینال از ورزشگر گرجستان گورام توششویلی مغلوب شد. همین طریق همه چهار جودوچی تاجیک سامول محمدبیگوف، اکمل مرودوف، کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف از مدال‌های بازی‌های المپیک توکیو بی‌نصیب ماندند. دو مشزن تاجیک شهباز نکمت‌اللهیف و سیاوش ظهورов نیز در المپیادای توکیو از حریفانش شکست خورده از حق ادامه رقابت‌ها محروم گردیدند. از بین مشزن‌های تاجیک تنها بهادر عثمانوف مسابقه را ادامه می‌دهد. او روز 25 ایول در وزن 63 کیلوگرم در دور اول بر نماینده دومینیکانا لیانل سانتوس نوننز با حساب 4-1 غلبه کرد و روز 31 ایول در دور یک اشت فینال با النور عبدالرحیموف یک مشزن قزاق که از ازبکستان نمایندگی میکند وارد رقابت خواهد شد. روز 30 ایول باز دو عضو تیم المپیک تاجیکستان اناستاسیا تیورینا و عالمجان ایشانوف در مسابقه شناوری به مسافه 50 متر طرز آزاد در دور انتخابی به رقابت میپردازند. در ورزش سبک الدار احمدیف روز 31 ایول در دو به مسافه 100 متر در دور انتخابی شرکت می نماید.